با سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از آزنیوز در خدمت شما هستیم. به هر حال دوستان زیادی در خصوص جایزه نوبل خانم محمدی برای ما تلفن کردند و خواستند آذربایجانیان هم به نحوی در اون خصوص موضع گیری کنند. به هر حال ما قبلا هم در برنامه‌های مختلفی در این خصوص گفتیم و به اطلاع تمام دوستان رسانیدیم که خانم محمدی یکی از شیرزنان آذربایجانی هستند و از مبارزان ملی مذهبی ما به شمار میان که ما با توجه به آذربایجانی بودن و همچنین برای آزادی ملل، همانطوری که خانم شیرین عبادی هم قبلا ایشون گرفتند و در این خصوص هم ابراز نظر فرمودند، انشالله امیدوارم خانم محمدی هم در این خصوص ابراز عقیده کنند. به هر حال ما علاقه‌مندیم که همانطوری که از حقوق بشر دفاع می کنند و از حقوق آذربایجانی ها هم که به عنوان یکی از ملل تحت ستم ایران و ایران کثیرالمله، ایرانی که در همه ملت های موجود در آن سهمی دارند، بنابراین این سهم را ایشون هم مورد تایید قرار دهند. البته تا به حال ایشون ابراز عقیده نکردند، ولی جناب آقای تقی رحمانی همسر ایشون در این خصوص نظر خودشونو در کلاب هاوس اظهار داشتند و از حرفهایی که ایشون در خصوص مسائل ملی در ایران زدند، من حقیقتا خیلی خوشحال شدم که چون این داماد روشنفکری ما داریم که به هر حال ابراز عقیده می کنند. به هر حال ایشون معتقد به حق و حقوق تمام ملیت های موجود در داخل ایران هستند و از این نظریه ایشون پشتیبانی می کنیم. ولی شاید احتمالاً با توجه به فشارهایی که بر خانم محمدی اعمال میشه، بنابراین شاید چون این فرصتی به ایشون دست نداده که تا در این خصوص ابراز عقیده کنند. من در برنامه قبل هم گفتم که و باز هم تاکید دارم که آقای تقی رحمانی میفرمودند که عقدی که در بین ما جاری شد، بین خانم محمدی و همچنین آقای رحمانی، میگه یک روحانی بود و اون روحانی به زبان ترکی عقد ما را جاری میکردن. این برای من خیلی جالب بود. حقیقتا این مسئله اونو میرسونه که هنوز هم اینها خودشونو آذربایجانی میدونن، ترک میدونن، به هر حال و اون در خصوص بچه های خودشون چه نمیتونستن به اون برسند، یک ترانه آیرلخ را که ترانه جدایی هست، اونو با صدای دلنشین خودشون ابراز میکردن. هنوز هم من فکر میکنم که خانم محمدی خودشونو ترک میدونن و ابراز احساسات خودشونو با آن زبان، با آن روح لطیف ترکی بیان میکنند. به هر حال یکی از دوستانی که از ما درخواست کردن که این برنامه را ما اجرا بکنیم، آقای محمود بیلجین هستند که یکی از تقریبا فعالین مبارز با سابقه حرکت ملی آذربایجان هستند که به درخواست ایشون این برنامه را تشکیل دادیم
و خودشون هم در برنامه حضور دارند. به خدمت ایشون هم سلام عرض می کنم و از ایشون هم تشکر می کنم که این برنامه را به ما پیشنهاد کردند تا در خدمت ایشون باشیم. آقای محمود خوش جلبتن، به هر حال در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. واقعیت اینه که شما اصل مطلب رو گفتین، یعنی اینکه ما با یک شیرزن آذربایجانی که در رابطه با مسئله دموکراسی و استبداد رژیم، علیه استبداد رژیم در مبارزه بسیار واقعا فشرده هستند و این از افتخارات مردم آذربایجان هست که دو زن آذربایجانی برنده جایزه نوبل شدند در سطح جهانی، خانم شیرین عبادی و بعد هم که این بار هم شاهد شدیم که به درستی خانم نرگس محمدی انتخاب شدند. انتخاب خانم نرگس محمدی از این زاویه هم حائز اهمیت است که گذشته از این که ایشون مبارزات طولانی دارند علیه رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل دموکراسی و حقوق بشر، در عین حال ایشون نشون دادن که زنی فداکار هستند که حاضرند در رابطه با مسائل خانوادگی خودشون گذشت داشته باشند و جدا از خانواده به مبارزات خودشون ادامه بدن. این واقعا قابل تحسین هست که جدا از آقای تقی رحمانی که خود ایشون هم فرد مبارزی است، سالیان سال در زندان بوده، بچه هاش علی و چیانی رو دور از وطن به قول شما با آواز ترک آذربایجانی جدایی مشایعت میکنه. من هم وقتی صدای دلنشین خانم نرگس محمدی رو در اون به اصطلاح نغمه های خوش صدایشون آیگلخ رو شنیدم، واقعا متاثر شدم و خوشحال شدم که ایشان علیرغم این که سالیان سال هم هست در تهران هستن، هنوز فرهنگ خودشون رو فراموش نکردن که هیچ، بلکه در اون راستا تلاش میکنن که با خانوادهشون، با مردمشون به اصطلاح اون احساس درونیشون رو برسونن. قطعا در این رابطه در عین حال این مسئله باعث فخر مردم آذربایجان هست که زنان آذربایجان در سطح جهانی شناخته میشن، اما خب مسائلی هم هست که باز روش صحبت بشه. من خوشحال شدم که برای اولین بار رو شنیدم که شما گفتین آقای تقی رحمانی افکاری در رابطه با مسائل ملی دارن که برابر حقوقی ملل در ایران رو قبول میکنن. خب قطعا یک نیروی ملی مذهبی که ما متاسفانه در حرکت ملی آذربایجان به طور رسمی هیچ شاهدی از اینها در رابطه با موضع‌گیری مسائل ملی نداشتیم، وقتی چنین مسئله‌ای که آقای تقی رحمانی در کلاب هاوس مطرح میکنه باعث خوشحالی است. اما آرزو داریم که این گفته ها به شکل برجسته و مخصوصا از زبان خانم نرگس محمدی شنیده بشه. این باعث میشه که خانم نرگس محمدی در موقعیتی هستن که در عین حال که دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن و در مبارزه بسیار واقعا سهمیجین علیه رژیم هستن که رژیم با تمام اون وحشیگری‌هاش در مقابل این زن آذربایجانی ایستاده، ولی خب گفتار خانم نرگس محمدی، اون مسائل که ایشون مطرح میکنن و به زبان میآورن تاثیر بسیار ژرفی هم در داخل ایران و هم در خارج میگذارن، مخصوصا که ایشون در زندان هستن. این مسائل خیلی مهمه. من یه نقطه رو به نظرم رسید، یه تشابه عجیبی وقتی زندگی نامه خانم نرگس محمدی رو میخوندم دیدم بین خانم نرگس محمدی و یوریش مهرالبیلی که امروز در زندان هست. تشابهات جالبی بین دو نفر دیدم. یوریش مهرالبیلی میدونید که ایشون هم از فعالین سیاسی و شناخته شده های آذربایجان هست که
بیش از 6 بار در زندان جمهوری اسلامی بوده. خانم نرگس محمدی هم چند سال زندان بودن؟ ایشون چند سال زندان بودن؟ بله، خانم یورش بی چند سال زندان بودن؟ بله، یورش بی نچه زنداندaydı؟ یورش بی از سال 2003-4 تا 2023 6 بار در زندان بوده و در مضروب بیش از 6 سال در زندان بوده. ولی هر بار که زندان بوده ایشون میشه گفت که به طور وحشیانه در سلولهای انفرادی شکنجه شده. میخوام این نقطه رو بگم که اون تشابه مبارزاتی این دو آذربایجانی رو، یوگوش وقتی که در سال 2016 از سلول انفرادی که به دفعات شکنجهش کردن و چندین ماه به همراه آقای دکتر لطیف حسنلی این دوتا رو و البته دیگر رهبران حرکت آذربایجان که به اصطلاح شکنجه می شدن، یوگوش وقتی اومد بیرون یک کتابی در رابطه با شکنجه‌ای که در سلول‌های انفرادی شده بود به نام گات سهلره داد بیرون، نوشت و منتشر شد و در اونجا بسیار ریز نشون داد که شکنجه‌گران در اون روزها و در اون ماهها چه بلایی سر اینها می آوردن. فرق شکنجه‌گر تهران که از تهران می اومد با شکنجه‌گری که از آذربایجان در چه بود و استراتژی این شکنجه‌گران در چه بود و یک شکنجه‌گر چه خصوصیاتی دارد و یک شکنجه شونده چه مقاومت هایی باز از خودش نشون بده. این خیلی به اصطلاح حرکت مهمی بود و من دیدم که خانم نرگس محمدی هم وقتی از زندان اومدن بیرون، ایشون هم 2 جلد کتاب در رابطه با شکنجه سفید نوشتن، بیرون دادن که این هم خیلی جالب بود. این یک مشخصه بود بین این دوتا، 2 مشخصه، چون سالیان سال مبارزه میکنن، به دفعات به زندان افتادن، هر دو در مقابل شکنجه‌گران ایستادن. آقای یوگوش مهرعلی‌بیلی الان هم در زندان هست، باز در سلول انفرادی شکنجه میشه و خانم نرگس محمدی هم شکنجه میشه. و مقایسه دیگه هم که کردم بین ذهن خودم، دیدم که رژیم نتونسته هر دو تا اینا رو شکست بده، نتونسته به اصطلاح اینا رو خم بکنه، نتونسته اینها رو وادار بکنه که اینا توبه بکنن، چه هیچ بچه خیلی با غرور و افتخار گفتن که راه ما درست است. یوگوش مهرعلی‌بیلی به عنوان یکی از رهبران سیاسی آذربایجان، به عنوان یک استراتژیسین آذربایجانی که به مسائل ملی معتقد هست، در مقابل رژیم به اصطلاح عرض اندام میکنه و خانم نرگس محمدی به عنوان یک فعال حقوق بشر، یک فرد دموکرات که در ایران دموکراسی میخواهد، در مقابل رژیم عرض اندام میکنه. هر دو آذربایجانی در مقابل شکنجه ها قط علم کردند و خم نمیشه و این خیلی مهمه. این هم باز یک وجه دیگری از این دو هست که وقتی مقایسه میشه و بعد وابستگی اینها به فرهنگ خودشون، این هم خیلی جالبه. چه گفتم اون مسئله چه خانم محمدی در رابطه با به اصطلاح مسئله با صدای دلنشینشون در رابطه با فولکلور آذربایجان و مسئله آرگلو اینا رو میپردازن و همین گونه هست یوگوش مهرعلی‌بیلی که عشق فراوانی به فرهنگ ملت خود داره. یعنی این تشابهات که میشه میبینیم که فرزندان آذربایجان، یکی در تبریز یکی در تهران، جلات یکیست، اهداف هم به هم خیلی نزدیکه، منتها رژیم تلاش میکنه که اختلاف بیندازه بین این دو جریان، یعنی تلاش میکنه که این دو جریان رو در مقابل هم بذاره، نذاره که اینها هم دیگه رو پیدا بکنن، که وحدت عمومی به وجود بیاد. نیروهای ملی مذهبی یه بحثی جدا هست، چرا که خب ما یه مشکل داریم به طور استراتژیک و به طور اساسی با نیروهای ملی مذهبی که اینها هنوز نیروهای سیاسی آذربایجان رو، نیروهای سیاسی عرب رو قبول نکردن به عنوان نیروهای سیاسی فعال. چرا آقای دکتر یزدی، من در دانشگاه در یکی از دانشگاه‌های تگزاس
مصاحبه ای اونجا انجام داده، یک سخنرانی کرده، یک نفر از ایشان سوالی میپرسن که آیا فکر نمی کنید در ایران انقلابی باشه، انقلابی به وجود بیاد؟ میگه من تصور نمی کنم انقلابی در ایران اتفاق بیفته. اگر در ایران حرکتی بر علیه حاکمیت صورت بگیره، تجربه شوروی سابق در ایران تکرار میشه و باید کاری کرد. خیلی جالبه این مسئله، باید کاری کرد که چنین تجربه‌ای دوباره در ایران تکرار نشه، یعنی حق و حقوق ملت‌های موجود در ایران داده بشه و چیز. البته اینو نمیگن ولی تلویحاً خودشون اینو بیان میکنند. آقای دکتر یزدی هم در این خصوص ابراز نظر کرده، ولی متاسفانه رسما در پلتفرم های اینها وجود نداره. یعنی یک شرم دارن از اینکه برابر حقوقی رو به طور مشخص بیان بکنن، یعنی خجالت میکشن که بگن نه من اینطور فکر نمی کنم. ببینید من نظرم اینه که نه ببینید من یه چیزی، من کمی نظر خودم رو بگم، شما هم بگید. من نمیخوام از ملی مذهبی ها دفاع کنم. من با ملی مذهبی ها به لحاظ ایدئولوژیک نزدیکی زیادی به اونها دارم، هم خودم هم خانوادم به لحاظ مذهبی ما به اونها خیلی نزدیک هستیم تا به طرفداران جمهوری اسلامی. بنابراین ما یک وجه مشترکی با ملی مذهبی ها داریم. این یک. اما اینو به کنار میذاریم، ما در داخل ایران استبداد هیچ وقت در 100 سال اخیر اجازه نداده که چنین مسئله به صورت حاد به اطلاع مردم رسانده بشه و ما به عنوان یک آلترناتیوی تا به حال در جامعه وجود نداشتیم، نگذاشتن وجود داشته باشیم. این عامل بیخبری روشنفکران ایرانی بوده. حالا بفرمایید آقای سلیمانی، واقعیت اینه که مشکل از ما نیست که نتونستیم خودمون رو بشناسانیم، مشکل از اون نیروی سیاسی است که نمیخواهد بشناسد. یعنی یه جریان شوونیستی هست در جامعه که این جریان شوونیستی اونقدر قوی هست در از اون تلویزیون اینترنشنال گرفته حتی در BBC و صدای آمریکا و احزاب سرتاسری و اینا، که اونا اونقدر به اصطلاح قدرت ایدئولوژیک و تبلیغاتی سیاسی دارند که مسائل رو تلاش میکنن که اون گونه که میخوان پیش ببرن و اون وقت نیروهایی که ملی مذهبی هستن، اون نیروهایی که به اصطلاح برای دموکراسی و حقوق بشر تلاش میکنن، در این شرایط جرأت به اصطلاح صراحت در گفتمان رو ندارند. یعنی حالا اینو شما با هر واژه‌شو بخواید بگید، واقعیت اینه که به اون گونه که گفتی نیروهای ملی مذهبی یک سند رسمی بیرون ندادن که بگم ما قبول میکنیم که ایران کشوری کثیرالمله هست. نه اصلا ما اینو نمیخوایم. ما در این مملکت درخواست ما این است تقسیم قدرت و ثروت مملکت عادلانه انجام بگیره. دقیقاً من میخوام به همین نقطه ها برسم. آقای سلیمانی، واقعیت اینه که متاسفانه نیروهایی که به اصطلاح دموکرات هستن، دموکراسی رو از این زاویه بهش نگاه میکنن که دموکراسی یعنی تغییر قدرت، یعنی اینکه تغییر حاکمیت، نه اینکه تغییر سیستم، نه اینکه این ظلم بنیادی که در جامعه هست علیه اون 70% که اهالی ایران رو تشکیل میدن که برابر حقوقی بینشان نیست، زبانشان قدغنه، اقتصادشون غارت میشه، در اقتصادشون رو به اصطلاح غارت میکنن و به منافع مشخص در شهرهای معین مثل اصفهان و تهران و کرمان و مشهد و جاهای دیگه به اصطلاح برده میشه و شهرهای این ملل تحت سیستم ملی غارت میشه. یعنی این هم
به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی، حتی هم به لحاظ اکولوژی، که مثل دریاچه ارومیه لازم نیست که من از دریاچه ارومیه بگم تا اینها ببینن. خودشون مگه قبول نمیکنن که دریاچه ارومیه بخشی از ایران است؟ مگه نمیبینن که این اکولوژی داره این اون منطقه 10 میلیون انسان رو به اصطلاح بیچاره و بی خانمان خواهد کرد؟ این نیروهای ملی مذهبی، این نیروهای سیاسی باید اذعان بکنن به این مسائل. اینجا هست که اختلاف هست، فرق هست دیگه. من فکر میکنم که اون کاپاسیته رو اینها دارن که بتونن به اصطلاح همگام بشن با نیروهای ملی، با نیروهای به اصطلاح عرب و بلوچ و کرد و ترکمن و اینا، که بتونن واقعا در تغییر بنیادین سیستم نگرش داشته باشن. مخصوصا در اینجا گفتم وظیفه خیلی مهمی به گردن خانم نرگس محمدی میفته. نرگس محمدی قبل از اینکه انتخاب بشه به عنوان برنده صلح نوبل، ایشون یک فعال حقوق بشر بود، ایشون یک فعال دموکراسی خواه بود و مجادلش رو پیش می برد. ولی الان وظیفهشون دو چندان شده. ایشون باید مجبورن برای اینکه بتونن تمام به اصطلاح اهالی ایران رو، اون مسائل حقوق بشر رو بین همه چیز بدن، که واقعا نشون بدن که این جایزه که بهشون داده، این جایزه نبوده که به شکل سمبولیک به یک زن در ایران داده شده، بلکه به شکل واقعا بنیادی ایشون حقش بوده گرفته و این باید معنا پیدا بکنه. معنا پیدا کردن این جایزه به نظر من اینه که خانم نرگس محمدی باید در زندان اون شهامت که در مقابل جمهوری اسلامی نشون میده، اون شهامت رو در مقابل شوونیسته های ایران هم باید نشون بدن. حالا شوونیست میگین، ببینید شما بریم فضای مجازی، من هر روز فضای مجازی را دنبال میکنم، یک به یک تمام اون، حتی اون کانال هایی که به صورت ویدیو پخش میشه، اونها را هم من چیز میکنم، دنبال میکنم. یعنی اون از طریق یوتیوب اون تلویزیون های یوتیوبی هستند، اونها را هم من دنبال میکنم. ببینید چقدر نسبت به خانم محمدی این شوونیسته ها چیز کردن. آقای واحدی علنا میگه چرا به خانم سپهری جایزه داده نمیشه ولی به خانم عبادی داده میشه؟ آقا این خانم 10 سال، آقای واحدی 10 سال در زندان بوده، 10 سال از حقوق این ملت دفاع کرده، از آزادی دفاع کرده، از دموکراسی دفاع کرده. ما مشکلی که در جامعه ایران داریم این، چرا نمیتونیم حرفمون رو بزنیم؟ به خاطر که دموکراسی نداریم. میگه اینو بسترسازی میکنن در برابر شاه اللهی ها، این رضا پهلوی به قول چیز بشه، رهبر بشه. درسته آقای سلیمانی، من فکر میکنم که انتظار هست. مثلا ما از خانم شیرین عبادی هم همین انتظار داشتیم دیگه و داریم، که من در ژنو در یه جلسه که بودم، خانم شیرین عبادی هم از سخنگوی های اونجا بود. من سوال کردم ازشون که اون موقع دکتر لطیف با 5 رهبر یعنی جامعه در زندان بودن. ازشون گفتم که عکس دکتر لطیف رو بهشون نشون دادم، گفتم که آیا چه موضع باید گرفت، چه کار باید کرد برای آزادی اینا؟ ایشون گفتن که هر کاری که میتونید انجام بدید، شما حق دارید، شما به حق هستید. ولی خب ایشون در خارج از ایران هستن، ایشون از زندانیان سیاسی ما صحبت نمیکنن الان. یعنی ما انتظار داریم که خانم شیرین عبادی به عنوان یک آذربایجانی در خارج، ایشون اون فعالین سیاسی ما، شما میدونید دیگه بیش از 20 نفر چند ماه پیش تو زندان بودن، الان بخشن آزاد شدن. همین الان یوش مهرعلی‌بیلی، جواد سودبر، علی بابایی، نمیدونم میلاد جلیلی و ده نفر دیگه. آره، اون وقت شما فکر کنید که این صحبتی نمی‌کنن. شما فعال حقوق بشر هستین، فعال حقوق بشر باید از حقوق به اصطلاح مظلومین و حقوق سیاسیون و فرق نباید بذاره دفاع بکنه. یعنی با چه چیزی باعث شد شما بایکوت بشیم؟
نیروهای شوونیست به حق دارن بایکوت بکنن، چون ما علیه شوونیستا هستیم. ما میخوایم این سیستم رو عوض بکنیم. ما میخوایم بگیم که این ملت، این مردم در ایران یک ملت نیست، هم ملته، زبانهای مختلف هست، زبانهای مختلف باز رسمی بشه. خب وقتی ما اینو میگیم، خب شوونیست علیه ماست دیگه. اون حق داره زبان منو ببره که تبلیغات ما مطرح نشه. ولی یک نیرویی که برای حقوق بشر داره مبارزه میکنه چنین حقی نداره. نیروی بشر، فعال حقوق بشر، فعال نیروی دموکراسی، حالا بخشن هم خب برمیگردم قطعا به خانم نرگس محمدی که در مقابل جمهوری اسلامی اینقدر مبارزه شدید رو پیش میبرن. خب ما انتظار داریم، ما فعالین آذربایجان، ما ملت آذربایجان در ایران، ما انتظار داریم که یک آذربایجانی در مقابل شکنجهجویان وقتی میسته صحبت از این بکنه که 35 میلیون ترک آذربایجانی زبانش قدغنه، دریاچه ارومیه داره خشک میشه، 10 میلیون اتفاقا اون آسیمیله‌ای که انجام میگیره، یعنی ترک‌ها ها از بین میرن، ترک‌ها ها تبدیل به یک هویت دیگری تبدیل میشن، یه هویت دیگری برای خود میگزینن. این جلوی چشم اونهاست. قزوین ما، قزوین، شهر قزوین زمانی پایتخت ترک‌ها بوده. زمانی اداره مملکت این کشور با زبان ترکی در اون منطقه انجام. حالا چند درصد از مردم قزوین به عنوان ترک مطرح هستند؟ همشون 90% آسیمیله شده از بین رفتن. نه، این یه بحث است که رژیم شوونیستی شاه و شیخ جمهوری اسلامی و پهلوی اینها دستاوردهایی داشتن علیه دموکراسی در رابطه با آسیمیلاسیون، در رابطه با اینکه مردم رو از خود بیگانه بکنن. خب این یه بحث جداست. ولی اینکه چه نیروهایی در خدمت این هستند و ضمناً چه نیروهایی سکوت میکنند، این هم خیلی مهمه. یعنی نیروهایی که سکوت میکنن و نیروهایی که همراه با این رژیم هستن. اینجا هست که سکوت خود مسئله خطرناکی هست. ما انتظار داریم دیگه. من وقتی از خانم نرگس محمدی حمایت میکنم و فخر میکنم که یک آذربایجانی جایزه نوبل گرفته، واقعا خوشحال میشم و قطعا هم ناراحت میشم وقتی که میبینم که بخش از فعالین آذربایجان میگن که خانم نرگس محمدی باید از مسائل ما هم صحبت بکنه به عنوان یک فعال حقوق بشر. میبینم که حق دارن و به این خاطر که هست که وقتی صحبت میکنم ضمن اینکه تعریف میکنم و حمایت میکنم و خوشحال میشم که یک آذربایجانی جایزه نوبل گرفته و تبریک گفتم وقتی که جایزه رو گرفتن، در این حال به عنوان یک فعال سیاسی آذربایجان انتقادم میکنم و حق دارم بگم که خانم نرگس محمدی، شما فرزند آذربایجان هستید، شما فعال حقوق بشر هستید، شما برای دموکراسی در ایران مبارزه میکنید، شما سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستید. بنابراین به عنوان یک فعال حقوق بشر در حتی پشت میله های زندان هم که شده، باید از مسئله بنیادین ایران که مسئله ملل در ایران هست باید سخن گفته بشه. یعنی نمیشه سکوت کرد. وقتی که آدم سکوت بکنه در مقابل این و فقط از جنایات رژیم صحبت بکنه، به فردای ایران در حقیقت پشت میکنه. فردای ایران چه خواهد شد؟ دوباره رژیم خواهد رفت و یک دیکتاتور دیگه خواهد آمد. ما اینو در مقابل در زمان شاه با تغییر به اصطلاح شاه و آمدن ولایت فقیه دیدیم. این بار هم ممکنه دوباره چیزی بشه. به خاطر اینکه یک مسئله به لحاظ دموکراسی چیز بنیادین بشه، باید فعالین حقوق بشر و مخصوصا فعالین ملی مذهبی ها که ما هم خوشحال میشم که وقتی شما این فاکتور ها رو میارید، از آقای یزدی و آقای تقی رحمانی، اینا خوشحال میشم که اینا در این سمت هستن، ولی میخوام باید جرأت داشته باشن. باید از اون حالی که حالت خجالت زدگی هست که فشار زیاده، نمیشه گفت بگیم اون روزی از دست میدیم، باید بیرون بیاد. باید خیلی قاطع و سریع
بگن که راه حل این که ایران به دموکراسی برسه و دیگر فصل انقلاب ها در ایران تمام بشه و لازمش برابر حقوقی تمام نیروهای سیاسی ایران هست و تمام ملل ساکن در ایران هست که اینها باید برابر حقوق باشن. این خیلی ساده هست دیگه. وقتی این نقطه رو گفتن سختی داشته باشه یه مقدار مشکل ساز میشه. الان من یه مسئله دیگه رو مطرح میکنم آقای سلیمانی. بخشن گفتم در رابطه با واقعا مبارزات آقای خانم نرگس محمدی و همینطور آقای تقی رحمانی و دیگر نیروهای ملی مذهبی و ضعف هاشون هم گفتم، نقاط قوتشون هم. در این حال ضعف هایی هم هست که در بین حرکت ملی آذربایجان هست که این ضعف های نیروهای مقابل رو آگراندیسمان میکنن و باعث میشه که نیروی خودی رو به اصطلاح نمیتونن درک بکنن و داشته باشن و این باعث میشه حرکت ملی آذربایجان هم از اون بعد ملیگریش بیفته و به عنوان یک کاست به عنوان یک نیروی کوچک در بیاد. ما جریان ملی هستیم. جریان ملی یعنی که به تمام نیروهای ملی آذربایجان، به تمام افکار آذربایجانی باید احاطه داشته باشیم. به اون فکری که آذربایجانی هست چپه، به اون فکری که آذربایجانی هست به اصطلاح فعال حقوق بشر مسائل رو در بعد ایران میبینه و کم میپردازه به مسائل یا نمیپردازه، ولی آذربایجانی هست و برای دموکراسی مبارزه میکنه. ما باید به اینا بپردازیم. این هم ضعف حرکت ملی آذربایجان هست که به لحاظ فکری باید حل بشه. ما باید این به اصطلاح مشکلات رو حل بکنیم که بتونیم زبان هم رو پیدا بکنیم که نیرومون بیشتر بشه، وحدتمون بیشتر بشه تا در مقابل رژیم بتونیم متحدن عمل بکنیم. این نشه که وقتی یه حرکت میشه یکی حرکت بکنه که حرکت نکنه. این بحث ها بیشتر به این خاطر که وحدت عمل بین نیروهای مختلف به وجود بیاد که بتونیم در مقابل دشمن مشترکاً عمل بکنیم. یعنی این بحث ها صرفاً از اون زاویه مطرح است. بله خیلی ممنون. ولی به هر حال ما باید خودمون بیشتر فعال باشیم در این مسئله، در ارتباط گیری. ما چی با خانم مثلا محمدی در ایران تماس گرفتیم، به پیشش رفتیم، دفتر داشتن، دستش داشتن. به هر حال ما هم به هر حال جدا از اونها به حرکت خودمون ادامه دادیم. حالا زمان ارتباط هست، زمان علاقه هست، زمانی است که ما بتونیم با اونها هم وارد دیالوگ بشیم جناب محمود و افکار و اندیشه های خودمون رو برای اونها تبیین کنیم. حالا شما در این وقت کوتاهی که ما داریم مبانی فکری آذربایجان رو برای این دوستانمون یه توضیح مختصری بدیم. میشه گفت که در 3 بخش افکار آذربایجانی رو من میتونم توضیح بدم. یکی این که وطن ما چون آذربایجان هست و برای اینکه آذربایجان از دید ما در استعمار هست، ما برای آزادی آذربایجان مبارزه میکنیم و بر این مبنا هم حق تعیین سرنوشت رو مطرح میکنیم که بر مبنای حق تعیین سرنوشت برابر حقوقی در ایران. و آیا حق تعیین سرنوشت به منزله جدایی از ایران یا نه؟ حق تعیین سرنوشت که میگیم قطعا براش در این شرایط مطرح میکنیم که ما حق داریم که آینده خودمون تعیین بکنیم. وقتی که نیروهای دیگر ملل ساکن در ایران اونها مثل ما افکارشون در همگام با ما باشه که حاضرن با ما هم برابر حقوق باشن، قطعا این میشه فدرال. ولی وقتی که اونها بگن نه ما ایرانیم و شما قومید، این میشه یعنی جدایی و این جدایی هم حق ماست. یعنی اونها باعث جدایی میشن. از این منظر این در رابطه با این فصل اول. فصل دوم این که ما ترک هستیم. ما چون ترک هستیم، زبانمون ترکیه، ما برای آزادی فرهنگیمون و برای آزادی زبانمون مبارزه میکنیم و حق داریم که زبانمون رسمی باشه و حق داریم که با ترک زبانان جهان رابطه داشته باشیم. یعنی این و مخصوصا با آذربایجان که 2 تکه شده، با نیمه دیگر آذربایجان رابطه بسیار نزدیکی داشته باشیم. فصل سوم هم در رابطه با مسائل به اصطلاح دموکراسی هست که فصل مشترک بین ما
و تمام ساکنین ایران هست. اون هم از این منظر قابل توضیح هست که ما برای دشمن مشترکی داریم که جمهوری اسلامی هست و این جمهوری اسلامی جمهوری که از مذهب استفاده میکنه، منتها وقتی به ملل غیر فارسی میرسه قسمت شوونیستیش بود میشه و وقتی به قسمت ملت فارسی میرسه بیشتر جنبه فقط دیکتاتوریش بود میشه. ولی در مسئله ما ملل غیر فارس هم مسئله دیکتاتوری هست و هم مسئله به اصطلاح شوونیستیش هست، برتری طلبی فارسی هست. و از این زاویه دموکراسی که ما براش مبارزه میکنیم در فصل سوم، دموکراسی فعالین ملی آذربایجان به نظر من عمیق‌ترین مبارزه برای دموکراسی هست، چون ما هیچ نیروی سیاسی رو بایکوت نمی‌کنیم. نیروهای سیاسی دیگر ما رو، زبانمون رو، تبلیغاتمون رو، فعالیتمون رو همه رو بایکوت میکنن، ولی ما بایکوت نمی‌کنیم. ما قدرت داشته باشیم قطعاً مبلغ افکار و خواسته های اونها میشیم، چون ما به دموکراسی از بسیار واقعا ایمان داریم و فکر میکنیم که دموکراسی تنها راه برون رفت از ایران هست، به شرطی که به اصطلاح بهش اونگونه‌اش هست پرداخته بشه، نه دموکراسی رو آلتی بشه که در رابطه با تغییر به اصطلاح حاکمیت فقط پرداخته بشه. به این خاطر استراتژی ما آذربایجانی‌ها، فعالین آذربایجان، در یک جمله خلاصه شده، اون همینه که ما برای آزادی، عدالت و حکومت ملی مبارزه میکنیم. یعنی میخواهیم که در وهله اول قطعاً ملتمون آزاد بشه، ترکان آذربایجان آزاد بشن، آزادی از یوغ استعمار، آزادی از یوغ استبداد، و دوم اینکه عدالت میخواهیم، یعنی برابر حقوقی میخواهیم. یعنی نمیخوایم مثل اون مسائلی که الان در دچار هستیم به لحاظ تبعیض و اینها این دوام پیدا بکنه، و در این حال که قطع خواهیم کرد این رو، یک جامعه عادلانه رو برای ملتمون به ارمغان خواهیم آورد، چون به عدالت و برابر حقوقی ایمان داریم و قطعا برای به وجود آوردن این هم لازمش حکومت ملی ما هست. ما برای حکومت ملی مبارزه میکنیم. جناب بیلچین، حکومت ملی، وقتی شما ادعا میکنید که حکومت ملی را در چهارچوب جغرافیای ایران ایجاد میکنید یا سوا از اونها؟ ببینید، تقریبا میشه گفت که هفته قبل 21 آذر بود، 78 سال پیش سید سفر پیشاوری به عنوان رهبر فرقه دموکرات آذربایجان خواسته های اون موقع آذربایجانی ها رو در بیانیه 12 شهریور مطرح کرد و حکومت ملی رو تشکیل داد. شرایط جهانی باش مساعد شد، تشکیل داد. ما دیدیم که نیروهای شوونیستی وضعیتی به وجود آوردن که به اصطلاح این حکومت یک سال فقط به اصطلاح سرپای خودش بیسته و در 26 آذر قتل عام شد. حکومت ملی آذربایجان اون موقع خواهان جدایی از ایران نبود، در چارچوب ایران میخواست خواسته های مسائل شما هم پیرو به همون عقیده هستید. بله میخوام توضیح بدم. و حتی وزیر امور خارجه نداشت. اما الان ما تجاربی داریم از اون مسئله. الان ما میگیم که ما حکومت ملی میخواهیم، ولی وقتی به حکومت ملی میرسیم در عرفش اگه دیدیم که نیروهای دیگر ملل ساکن در ایران، مخصوصا فارسا، چون ما میدونیم کردها و عربها و بلوچها و ترکمنها و قشقایی، اینا با ما همزبان هستن در خواسته هاشون. مشکل اساسی ما با 30% جامعه ایران هست و نیروهای سرتاسری، احزاب سرتاسری که اینها رو، این 30% رو نمایندگی میکنه هست، که این احزاب اگه اون گونه که ما جامعه ایران رو و آینده اونو میبینیم نبینن، قطعا اونها باعث جدایی میشن و ایران تزیه میشه. وقتی تزیه بشه، خب حکومت ملی ما جنبه استقلال طلبیش عمده میشه و ما هم قطعا اون وقت میشیم استقلال طلب و این هم حق ما هست. یعنی همون چیزی که پیشوری گفته، اگر تهران به خواسته های ما گوش نده، ما خواهیم گفت خدا حافظ تهران. دقیقاً آقای پیشوری هم همین رو گفت که ما نمیخواهیم، ما میخوایم یک ایرلندی آزاد باشیم. اگه دیدیم که تهران به حرف ما گوش نمیده و خواستار به اصطلاح برابر حقوقی نیست، ولی خب شرایط بعدا عوض شد به لحاظ شرایط جهانی، به ضرر حرکت ملی آذربایجان و قتل عام به وجود اومد. ولی این شرایط میدونید که کاملا به نفع آذربایجان هست.
این با نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فکر میکنم که ما در شرایط مساعدتری هستیم، ولی ما از این امکاناتمون نمیخوایم استفاده بکنیم بر علیه ملتی در ایران، بلکه خواهان برابر حقوقی و همکاری با هم هستیم که همگام با هم علیه این رژیم در جهت تغییر بنیادی جامعه، نه در تغییر حاکمیت، در جهت تغییر بنیادی و برابر حقوقی. یعنی یک فارس اونقدر حق داشته باشه که یک ترک دارد و یا یک کرد یا یک عربی بلوچ، یعنی یک برتری طلبی تحت نام ایران به یک ملتی قائل نشیم. این میشه تغییر بنیادی، این میشه حقوق بشر از به اصطلاح بنیاد. و جنب بخوایم به اغواجری سیاسی دست بزنیم و به آینده موکول بکنیم، شما اول حرف نزنین بیاین رژیم رو فلان بکنیم بعداً حل میشه، این مسائل رو ما تجربه داریم، تجربه تلخی از 26 آذر 1946 داریم. به این خاطر اون تجربه به راحتی از دست نمیدیم. میگیم نه، برای اینکه به حکومت و به تغییر رژیم مشترکاً بپردازیم، شرط ما اینه که شما قبول بکنید برابر حقوقی رو، قبول بکنید که زبان من با همون قدر اهمیت داره که زبان شما داره و خواهش من اونقدر اهمیت داره که خواهش شما دارد و دست از این غارت و تفاوت‌جویی اقتصادی برداشته خواهد شد. نمیدونم دریاچه ارومیه، این که بودجه چه ترخیص میشه، نمیدونم چند برابر میره به کرمان و اصفهان و جاهای دیگه و چه بخشی به آذربایجان میرسه. یعنی وجنه در ریخت پاش این رژیم حاکم در اختلاس و رشوت و بسیار واقعا اون چیزایی که این رژیم انجام میده که واقعا لایق خودشون هست، ما نقاط مشترک داریم. فقط چه جایگزینی خواهد شد و چه میخواهیم، لازمش گفتم شناخت برابر حقوقی ملت ها هست و شناخت برابر حقوقی ملت ها در درجه اول این هست که نیروهای سیاسی ملت ها قبول بکنن که حرکت ملی آذربایجان هست، حرکت اونا قبول کردن حرکت کردستان رو، خیلی راحت در مقابل نزدیک کردها میشینن چون فکر میکنن که کردها آریایی، یا اصلا حتی کردها وقتی میگن که ما میخوایم کردستان بزرگ به وجود بیاریم بازم عین خیالشون نیست. ولی وقتی من ترک آذربایجان میگم که نیمه دیگر من اون وقت هست 180 سال اینا جدا شدیم، جدا کردن، حق داریم ما با هم معاوده نزدیک داشته باشیم، پانترکیست میشیم ما. خب این برخورد باز از بین بره، باید به شکل برابر به انسان ها برخورد بشه. این تبعیض نباید باشه، چه فعال حقوق بشر باشه، چه فعال ملی مدنی باشه، چه ملی مذهبی باشه، چه به هر شکلی که باشه باید قبول بکنن که انسان هایی که دارن مبارزه میکنن از برابر حقوقی باید برخوردار باشن، زبانشون در تبلیغات نباید بسته بشه و زبان ملتشون نباید بریده بشه. فکر کنم که این چیزهای عادی رو که حقوق ساده گفتمان ملت ها هست رو هر نیروی سیاسی قبول بکنه، امکان وحدت در آینده خیلی به اصطلاح فراهم‌تر میشه. خیلی ممنون. امروز خیلی یه برنامه از جمهوری اسلامی دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی، برام خیلی جالب بود. یک روستایی هست در آذربایجان، من به اون روستا رفتم در کشور آذربایجان به نام لاهیج. خود اون لاهیج ها میگن که ما از لاهیجان اومدیم، از ساکن لاهیجان هستیم. تلویزیون ایران ادعا میکنه اینها از بازماندگان دوران ساسانی هستند. اینا میگن 80 سال قبل ما از لاهیجان اومدیم. اینها تاکید میکنه یه پیرزنی هست میره به اون میگه که شما ایرانی هستین، مطلقا ایرانی هستین. درسته ایرانی هستین؟ اون پیرزنم نمیدونه که اصلا مسئله ایران و نمیدونم سرحد و میگه آره ما ایرانی هستیم. ببینید چه تلقیناته. این حق و اونها داره برن دنبال یک روستایی در آذربایجان بگن که اینا ایرانی هستن. ببینید ما 40 میلیون میگن اینها تلویزیون ندارن.
ببین خیلی جالبه، میگن اینا تلویزیون ندارن، مدرسه ندارن. آقای جمهوری اسلامی 40 میلیون ترک در ایران وجود داره، شما چرا به اونها مدرسه نمیدین؟ به یک روستای آذربایجانی شما ادعا دارین باید به اینها چیز بدین، زبان فارسی باید اونجا تدریس بشه. اینها یه روستا 10,000 نفر جمعیت داشته باشه، در صورتی اینطور نیست. نمیدونم 600-700 نفر اون روستا جمعیت داره، هنوز هم زبانشون رو حفظ کردن، اصالتشون رو حفظ کردن. کسی هم به اونها نمیگه شما چی هستین. روزنامه هم میتونن در بیارن، نمیدونم با طبق قانون اساسی آذربایجان. ولی ما یه روزنامه ما، یه مجله ما، یه ژورنال ما 1 سال دوام نیاورده. من خودم اونجا شمس تبریز و ما به اتفاق دوستانمون با هم مشترکاً اونجا چیز میکردیم، بحث میکردیم. ولی به هر حال اینجا شما اگر حرفی دارین بفرمایید آقای. من فقط یه نقطه بگم آقای سلیمانی. واقعیت اینه که ما در حداقل در این 1000 سال حکومت داشتیم، ما ترک‌ها در ایران هیچ ملتی رو آسیمیله نکردیم، حتی زبان فارسی رو پرورش دادیم، یعنی در دربار خودمون، در دربارهای خودمون. متاسفانه نه متاسفانه در هر حال ما ملتی نیستیم که یک ملتی رو از بین ببریم. همین اواخر هفته قبل، ببخشید شما هفته قبل دیدین آقای پوتین اومد صحبت کرد، گفت که مغول‌ها اومده بودن، حالا از مغول‌ها صحبت کنه، از ترکان ها، میگه مغول‌ها اومده بودن، روسیه و اینا گرفته بودن، نماینده روس وقتی پیشش میره به اونها میگه که شما فقط به ما باید مالیات بدین، بعد فرهنگ و زبان خودتون رو داشته باشین. بعد پوتین میگه خیلی مهمه، اینا دست به نابودی ملی ما نزدن که ما رو آسیمیله بکنن و از بین ببرند، و حرمت میذاره، احترام میذاره به مغول‌ها. پوتین در گفتهش. شما فکر کنید که این جمهوری اسلامی اینقدر به مغول‌ها حمله میکنن که جهانی بودن، اینا چقدر از مغول‌ها جهانی ترن، که به اصطلاح که خیلی راحت تلاش کردن در این 90 سال که به اصطلاح چند ملت رو در ایران از بین ببرند. و متاسفانه ما شاهد این پروژه هم الان هم هستیم. و به این خاطر هستیم که ببینید خیلی جالبه آقای بیلچی، دختران شما 2 دختر داریم، درسته؟ دختران شما یکی در اتحادیه اروپا نماینده از طرف کشور سوئد نماینده است در اونجا، یکی هم در پارلمان اروپا است. یا مثلا به فرض بچه های ما در آمریکا، دختر خود من در بهترین دانشگاه به اصطلاح آمریکا تدریس میکنه. جورج میسون یکی از 10 دانشگاه برتر آمریکاست. و همه بچه های ما میان این بر مرز، نمیدونم خودشون چیز میکنن، برای خودشون بند و بساط ایجاد میکنن، ولی در داخل ایران به ما اجازه نمیدن. ما به قدری تحت فشار هستیم که در شکوفایی فکری در ایران امکان نداره بچه های ما اونجا به این مرحله برسن. آقای سلیمانی، این گفته شما نشون میده که فرزندان ما اونقدر زمینه دارن برای رشد. اگر در ایران امکانات برابر حقوقی فراهم بشه، در ایرانی به وجود بیاشه، در اونجا دموکراسی باشه و انسان ها بتونن زمینه استعدادشون رو برای شکوفای استعدادشون زمینه داشته باشن، اون وقت این نیروها که در زمان خیلی کوتاه در سوئد، آمریکا، آلمان، جاهای دیگه خودشون خیلی راحت میتونن نشون بدن، اینا چقدر میتونن در پیشرفت ملت خودشون موثر باشن و جامعه دیگه مردم ما مردم فقیر نمیشه. الان یکی از بدبختی های جامعه ایران همینه که میلیاردها سرمایه معنوی در ایران به اصطلاح فرار میکنه
خب این رژیم نکبت تلاش میکنه که هر کس که فکر میکنه رو یه کاری بکنه که فرار بکنه. الان بخش وسیعی از به اصطلاح نیروهایی که مغزی ایران دارن فرار میکنن. این تنها سرمایه نیست که داره فرار میکنه، سرمایه مغزی هم هست که فرار میکنه و این باعث فقیر و فقیرتر شدن این جوامع ما هست. خب ما این بلاها رو میبینیم دیگه. به این خاطر است که حرکت سیاسی ما خیلی اهمیت داره. زمان به نفع ما نیست. ما باید خیلی سریعتر دست هم بدیم. ما تمام نیروهای سیاسی که بر علیه استبداد و ارتجاع و شوونیسم هستند باید دست هم بدیم. با وحدت هم در تغییر بنیادی جامعه سریعتر عمل بکنیم، وگرنه در مقابل فرزندان خودمون در آینده شرمگین خواهیم شد. خیلی ممنون. من هم به هر حال برای خانم محمدی، نرجس محمدی، آرزوی موفقیت دارم. برای خانواده اونها این جایزه را تبریک میگم که امیدوارم به درجات بسیار عالی هم برسند، بهتر از این، در موقعیتی بهتر از این قرار بگیرند و به خانواده آقای تقی رحمانی هم این موفقیت خانمشون رو تبریک میگم و امیدوارم بچه هاشون هم به اون مرحله و به اون تفکر و اندیشه و مرتبه برسن که جایگاه بزرگی در این کشور ایجاد کنند و امیدوارم در این جامعه عدالت اجرا بشه و تمام ملل تحت ستم در ایران به حق و حقوق خود برسند و آقا خانم محمدی و آقای تقی رحمانی هم به هر حال از حق و حقوق ما دفاع کنند. ولی من میدونم در این خصوص مورد هجوم قرار خواهند گرفت، همانطور که آقای تقی رحمانی من به چشم خودم دیدم که چه پوشه هایی به ایشون این پان ایرانیست ها و این شوونیست های فارس به اصطلاح بگم، به هر حال ما همه مردم فارس زبان و نمیدونم فارس و ما شوونیست نمیدونیم، ولی اون کسانی که این تفکر فاشیستی را به دنبال خودشون میچشند، ما با اونها کار داریم، با مردم آزادی خواهی که نسبت به حق و حقوق مساوی با کل ایران دارند. من با اونها هیچ وقت مشکلی نداریم. ما با توده های مردم فارسی که در ایران وجود داره هیچ وقت مشکلی نداشتیم. به هر حال برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و اگر شما حرفی نداشتین جناب بگین. نه خیلی ممنون. من هم یک بار دیگه خانم نرجس محمدی، خانوادهشون رو، آقای تقی رحمانی و به اصطلاح تبریک میگم. در این حال آرزوی آزادیشون رو دارم، آرزوی آزادی خانم نرجس محمدی و تمام زندانیان سیاسی که در ایران هستند که برای آزادی مجادله میکنن. بله، من هم به هر حال به این حرف شما شریک میشم. برای آزادی تمام زندانیان سیاسی ولو اینکه با ما هم فکر هم نباشند آرزومندم، چون اون کسانی که یک روز در اون زندان باشند میفهمند چه زندان یعنی چه. مخصوصا به خانم محمدی و دوستانشون آرزوی آزادی دارن. در اینجا برنامه ما پایان مییابه. به امید دیدار آینده تا برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.